په بدن کې مې یو څاڅکی وینې وي د خلکو د دې ملت نه به موږ ساتنه کوو و خدمت ورته کوو. افغانستان و سرباز و این صدقه جاری است. یک سرک جور کردن، پل جور کردن، آب رسوندنی صدقه جاری است که 7 کیلومتر سرک است و 60 متر عرضش است. این سرک خوست و پکتیا و گردیز و لوگر همچنان هم تو این خوست هم تو پیام خو خصوصا د افغانستان دولت ته دا ده چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي از منطقه تانگلوگر گرفته تا به چرخان. وقت لوگر 2 ساعت راه بود، حالا 1 ساعت راه شده. نور هوادونو سره سیال شي. تقریبا ساعت 1.5 ساعت نفر همینجا مصروف شده. یعنی در حکومت‌های دیگه ما دیدیم در جمهوریت کار نشد، این پروژه هم شروع میشد خب قضیات کار نکرد که امارت اسلامی زیاد کار کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزای دل، آرزو میکنم که هر جای دنیا هستین جور و صحتمند باشین. با یکی از برنامه‌های دیگر با شما عزیزا قرار دارم. شما هم بیننده چینل خودتان رسام باشین. دوستای عزیز، شما متوجه هستین که در این وقتا شهرولای کابل بیشتر توجه با ساختن سرک‌ها و سرسبزی و آبادی کشور است. پس بناهن سرک تانگلوگر که به حساب شهرهای کابل روگر را به هم وصل میکنه، چون عرض سرک کوچک بود و بیشتر ازدحام خلق میکرد، مشکلات زیاد خود داشت به همراه. به مو خاطر این سرک شهرولای دوباره بازسازی میکنه. شما در این برنامه با ما باشین، جریان برنامه را ببینین، نظریات مردم محله و همچنان کسایی که در این برنامه حضور دارن از چینل ما بیننده باشین. با ما باشین و برنامه را ببینین. بینندگان عزیز، آرزو میکنم جور صحتمند باشین. در کنار خود یکی از مسئولین بخش داریم که بیشتر همراهشان صحبت می داشته باشیم. سلام برادر، خسته نباشین. اسمتون؟ هدایت الله عمری. هدایت الله جان، شما در این بخش چی وظیفه و چی شغل به عهده دارید؟ ما اینجا منحیث انجینر سایت در اینجا وظیفه اجرا میکنم. شما سایت انجینیر هستین و بر ما درباره این پروژه که شهرهای کابل روگر را وصل میکنه معلومات بیشتر بدین. خب این پروژه که بیشتر توقف یافته بود به اثر سقوط دولت پیشینه، بله، حالا کارش دوباره آغاز کردیم و این که 7 کیلومتر سرک است و 60 متر عرضش است، از منطقه تانگلوگر گرفته تا به چرخان. دقیقاً چقدر دکان، خانه اینجا به حساب در این مسیر سرک قرار گرفتن و تخریب شدن؟ خب اکثر تخریبات در پروژه قبلی که بود صورت گرفته بود. حالا خانه هست در مسیر سرک قرار دارد، خانه هست و فعلا نورا ماندیم چون که زمستان است، بر مردم مشکل جور نشد. انشالله در بهار باز بعضی از خانه هست که باید ما بیران کنیم. همین خانه هایی که ویران میشن و به حساب در مسیر سرک قرار گرفتن، آیا کدام بدیل هم برشان دارد دولت یا این پروژه شخصی است؟ خب این پروژه شخصی است، از دولت به شکل قراردادی گرفته شده. پورا دولت یا شهروالی کابل همراهشون گپ میزنه، بدیل آنها رو میده. حتما این پروسه همیشه جریان داشته و حالا جریان داره که بدیل خانه و تعمیر مو شخص رو میدهند، پرداخت میکنه براشون. خب چون هوا سرد شده میره و رو به زمستان رفته میریم، چقدر شاید طول بکشه که پروژه مکمل تکمیل شود و به دسترس مردم قرار بگیره؟ بر ما وقت تعیین شده یا معین شده که از 20 ماه است، تقریبا 2 سال است. ما همون کارهایی را در زمستان انجام میدیم که میتونیم که پیش برده شود. کارهایی که از لحاظ انجینری خوب نیست که انجام داده شود،
حضور پیش نمیبریم. تخریب چیز کوهاست یا ذوب کوهاست یا آسان است در زمستان هم بشه و اما چیزایی که در زمستان میتونیم که انجام بدیم مورال انجام میدیم و دیگه ایش انشالله باز بهار گپ بزنیم. بسیار زیاد تشکر. خوش شدیم که بر ما معلومات بیشتر دادین و با برنامه بودین. هدایت الله جان عزیز بسیار زیاد تشکر. وقتتان خوش. دوستا در برنامه باشین و بیشتر و بیشتر برنامه خودتان تماشا کنین. خوش آمدین به ادامه برنامه. باز هم در کنار خود یکی از جوانان داریم که همینجا حضور داره. بیشتر همراهشان صحبت میکنیم. سلام برادر، اسمتان خود یک کوتاه معرفی کنین. علیکم سلام، نامم رفیع الله است. السلام علیکم و شما علیکم سلام. نام رفیع الله است، باشنده ولایت کابل، قریه سیدیست. شما فعلا اینجا سکونت دارین، همینجا میشینین؟ چقدر وقت میشه از این پروژه دقیق میفهمین؟ بله ما اینجا میشینیم، از ماه 17 سال میشه که اینجا ما میشینیم. از این پروژه نه یک نیم ماه میشه که یک ماه میشه ان شاء الله که کار شروع شه. بسیار جدی کارمون است. خب من حیث یک جوان از این کشور این پروژه را چقدر به مفاد مردم و کشور است و میدانین؟ میشه بگویی چقدر به مفیدیت مردم تمام میشه؟ این پروژه خب بسیار فایده داره. مثلا این سرک خوست و پکتیا و گردیز و لوگر همچنان هم تو این خوست هم تو شرنارجا که این سرک رفته. این سرک بسیار فایده. این سرک 4 سرک است. این سرک برای انسان ها و بسیار مردم خوارج مثلا مردم بسیار فایده رسونده. این سرک مثلا اگه وقت لوگر 2 ساعت راه بود حالا 1 ساعت راه شده. 3 ساعت راه بود در گردیز حالا 2 ساعت راه میشه. این سرک بسیار فایده کرده. این سرک بسیار مقبول است. گلدان داره همچنان، جوچه داره همچنان، اما تو درخت‌ها داره و بسیار مقبول سرک است. این سرک جور شو بسیار مقبول سرک. بسیار خوب بسیار خوب. قسم گفت یک چیزی که دوستان متوجه باشه می است که این سرک یک خوبی داره که به حساب برای جوانایی که بیکار است فرصت شغلی را ایجاد کرده و بیشتر جوانا در این عرصه کار میکنن و همچنان هم باعث افتخار مملکت هستن و کار میکنن و در پلو هم چی بگویم دیگه هم خرما و هم ثواب از دوستا. خب مکتب خواندی؟ مکتب خواندیم ما 8 سال مکتب خواندیم دیگه. خب تا صنف 8 خوندی؟ ادامه ندادی؟ ادامه ندادیم. چرا؟ ولی رفتم دو قشتپه کار میکردم، دو کانال کار میکردم، با وطن خدمت میکردیم. افغانستان و سرباز و این صدقه جاری است. یک سرک جور کردن، این پل جور کردن، آب رسوندن، صدقه جاری است. بله راست میگی دقیقاً. یعنی همین دوست ما که هست هم کار میکنه و هم به حساب چی میکنه؟ به حساب درس میخوان و درس خواندن خود به حساب ترک کرد به خاطر از اینکه در اینجا یک وظیفه اجرا کنه و به مردم ملت خدمت کنه. بسیار زیاد تشکر. خوش شدیم که در کنار ما بودی و در برنامه هم راه بودی. بسیار خوشحال هستیم از امارات اسلامی. با بسیار خوشحال هستیم. یعنی در حکومت‌های دیگه ما در جمهوریت کار نشد. این پروژه هم شروع میشد خو قضیات کار نکرد که امارات اسلامی زیاد کار کرد. ما بسیار خوشحال هستیم. بسیار زیاد تشکر. دوستای عزیز تشکر از اینکه تو این دم با ما بودیم. تشکر از خودتان که در این برنامه اشتراک کردین. وقت خوش داشته باشین. روزتان بخیر. سلام عزیزای دل، باز هم در ادامه برنامه خوش آمدین. در کنار خود یک جوان را داریم که زحمت کشیده میره و کار طاقت فرسا میکنه و ذوب کردن کوه هست. همراهشان مصاحبه می داشته باشیم، با ما باشین. سلام برادر، اسمتان؟ خوب است. اسمم عبدالمجید. مجیب جان قند، چقدر مدت و وقت میشه که در این پروژه مصروف کار هستی؟ والله پروژه خب فعلا هم 1-2 روز میشه که شروع شده دیگه، کار جریان داره دیگه. دمی چند روز میشه که اینجا کار میکنیم. خب بسیار خوب. قبلا این پروژه در زمان جمهوریت به حساب کار شروع شده بود و میگن که توقف کرد مدت زیاد. ولی امارات اسلامی پروژه را دوباره روی کار گرفته و سرش کار جریان داره. آیا میفهمید روی کدام مشکلاتی پروژه متوقف شده بود؟ البته معلوم است که جمهوریت وقتی جمهوریت دیگه کار سقوط شد. وقتی که امارات آمد یعنی 2-3 سال توقف بود. حالا فعلا پس کارانه امارات دیگه شروع کرده سرش دیگه پروژه رو. بله. چی خوشبینی دارین در این سرک به حساب این پروژه تکمیل شود؟ چقدر مفیدیت به این مردم میرسه از دید شما؟ والله مفیدیت خب بسیار زیاد میرسه، چرا که 5-6 ولایت در این سرک رفت آمد داره. ولی قبیر و بار و تکر و دیگه که در این سرک از در جای نیست. نه سرک آزاد شو خوب است دیگه، به وطن آبادی است دیگه، به مردم خوب است، به ملت خوب است، دولت خوب است، به همه خوب است. بله دقیقاً که هرچقدر شهرها خوبتر شو و منظمتر شو و کلان شو سرک چون خرد است
به او خاطر دیگه مشکلات ازدحام موتر زیاد است. درست؟ خواه در کل بر ما بگوین در مدت وقت که این کار میکنین چقدر است که شما به حساب از این کدام خاطره جالب داشته باشین یا خود افگار کرده باشین؟ طبعا دیگه در این سنگ شکستن افگار که آدم باز وقت میشه. تا حالا افگار شدین در این کسب کار؟ بله، یک دو دفعه سرم کولر کرده افگار شدیم. کجای بدنتان افگار کردین؟ دست، پای، سر؟ کمرم افگار کردیم. عزیزای دل واقعا دیگه سخت است با قیمت جان به خاطر آبادی کشور و سرسبزی مملکت شب روز اینجا خدمت میکنن و سنگا رو میبینین عزم بزرگیشانه که چقدر صدمه میرسونه. در کل ایره بر ما بگوین یک پیام کوتاه داشته باشین یا خواسته تان از دولت باشه یا کدام خاطره خوش زندگی داشته باشین که بخواین قصه کنین کمری ما در والا خاطره نداریم. خود دیگه خاطره اینمی کل کارم اینمی زندگی از افغانستان از دیگه هر رقم زندگی داشت میه. والا دیگه حکومت است باید توجه داشته باشن به ملت و بر عامو که کارش پیش ببره، کارا را برش پیدا کنه دیگه. یک سرک سازی و دیگه زیاد مصرف بالا دیگه. مردم یک بیکار دی سرک سازی یعنی تقریبا 100-1.5 نفر اینجا مصرف شده. خوش از هر کس ازش خوش هستن دیگه. بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه بودین با ما در گزارش گرفتن همراه ما همکاری کردین. یک دنیا تشکر. روز خوش برتان میخواهیم. خدا نگهدارتان. خدا نگهدارتان. سلام عزیزای دل، آرزو میکنم جور و صحتمند باشیم. با یکی از دوستای عزیز اینجا استاد هستیم، همراهشون مصاحبه میکنیم. نام دست شای دا ورورا؟ نام محمد یوسف ده. محمد یوسف جان، څه وظیفه لري؟ زه دلته بګرامي ولسوالۍ کې وظیفه لرم. دلته پوسته کې وظیفه لرم تر څو د خلکو خدمت وکړم. او زه دلته وظیفه لرم. ډېر ښه. څه پیام لري په خلکو ته؟ پیام ته ووایه. نو پیغام مې دا ده، نو دا ډېر ښه کار روان ده چې موږ داسې پروژې لرو چې موږ ته سړکې جوړې کړي او تر څو د خلکو سختۍ اسانه شي او مشکلات یې زیاتې دي د خلکو مشکلات یې اسانه شي. تر څو به موږ دومره خدمت ورته کوو چې په بدن کې مې یو څاڅکی وینې وي د خلکو د دې ملت نه به موږ ساتنه کوو او خدمت ورته کوو او تر شپه ورځ به دې په خدمت کې موږ او خلکو ته مو دا پیغام ده چې مجاهدینو سره همکاري وکړي او ورسره روغبړ وکړي. نو دا به ډېره ښه وي. نو موږ د ملت نه هم خوشحاله یو ځکه د افغانستان خلک چې دي نو ځپېدلي خلک دي، په مشکلاتو کې ډېر مشکلات یې تېر کړي هم دي. نو باید د دې سره موږ چې څومره خدمت وي موږ به انشاءالله دې خدمت کوو. ډېره مننه وروره، ډېره ښه شوم تاسو سره مصاحبه لرم. ژوندی اوسئ وروره. بس تاسو د خدای خدمتونه قبول کړي او تاسو د خدای آباد او خوشحاله لري چې دې ملت غمخواره یاست. ژوندی اوسئ. ژوندی اوسئ وروره. بینندگان عزیز، به ادامه برنامه خوش آمدین. قسمی که شما در بک‌گراند مشاهده میکنین در مسیر سرک جدیدی که شهرهای کابل رو گله وصل میکنه کوه قرار گرفته که مکلف هستند که کوه را ذوب کنن و ذوب کردن کوه ها میفهمیم کار بسا سخت است و اینا شب روز زحمت میکشن تا بتانن به زودترین فرصت کوه را ذوب کنن و بتانن سرک از زودتر کارش پیش ببرن. تصاویر با ما داشته باشین و جریان کار را ببینین. با ما باشین. بینندگان عزیز، در کنار یکی از مسئولین بخش هستیم که کار میکنن و اینجا. اسمتان برادر؟ منم احسان الله نیازی. خب بسیار خوش شدیم. شما اینجا چی مسئولیت دارین؟
زه دلته اسکاواتر لرم، زما د اسکاواتري کار ده. شما از ساعت چند تا چند اینجا کار میکنید؟ از ساعت چند صبح بلا دیگر؟ تقریبا داسې وخت چې 60 ورځې کېږي زموږ کار شروع کړی په همدې پروژه باندې. فکر کنم بخش ثقیل‌ترش هم دیگه مربوط به ذوب کردن کوه. روزانه چقدر اینجا کار جریان داره؟ نو روزمره سي ده تقریبا داسې وخت تر سهار و نیمو بجو کار شروع کېږي تر 4 نیمو جریان لري. تا چقدر از این کار در بر میگیره که باید شما این را ذوب کنین و شفا کنین و تخفیف کنین؟ نه انشاءالله دې کار چې دا دې نه کته کېږي نور هم کار ته ځي او دا ښه یوارۍ کټایي کوي. نو تقریبا داسې وخت دغه پروژه چې کار یې شروع کړی ده تر 2 کالو پورې به تکمیل سي او همدغه کار چې دا اوس موږ کې مصروف یو دا کار به انشاءالله تر 3 میاشتو پورې یا 3 نیمې میاشتو پورې وخت ونیسي. بسیار تشکر. با نمایندگی کل افغانستان ما ازتان تشکری میکنیم که در آبادی کشور سهم میگیرین، عرق میریزانین، از صبح تا دیگر سر پروژه ها کار میکنین. گفته عامیانه بگوییم خاک و خاکپور میشین تا دیگر برای ملت یک خدمت میکنین که تا که این مردم است خوبی شما و کار شما را به یاد میداشته باشه. بسیار زیاد تشکر از اینکه در گزارش با ما بودین و معلومات دادین. خدا باش خیر ببینید. تشکر از شما هم که اینجا بخیر آمدید. خوشحاله اوسئ چې تاسو دلته راغلی. ډېره مننه چې زموږ اواز مو اورېده او موږ ډېر زیات خوشحاله یو له دولت څخه چې همدغه پروژې په مخ شروع کړې دي. مننه خیر اوسئ. چی در آخر بر ما کوتاه بگوین چی پیام به دولت دارین؟ کدام سخن کدام پیام به برنامه داشته باشین که همه در اختیار شما است؟ پیام خو خصوصا د افغانستان دولت ته دا ده چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي او دا هېواد چې دا د تعلیم سره مخ ته ولاړ شي د نورو هېوادونو سره سیال شي. نو زما دا پیغام ده ټولو هېوادوالو ته دا پیغام ده چې خپلو بچیانو باندې مکتبونه ووایي تر څو د دې هېواد یو تعلیم یافته یو با استعداده ځوان جوړ شي. بسیار زیاد تشکر از پیام نیکتان. روز خوش برتان میخوایم. در پناه خدا باشم. خداحافظ. دوستا برنامه ما در همینجا آهسته آهسته رو به اختتام است. ناگزیر هستیم که با شما اینجا خداحافظی کنیم. البته عزیزایی که تا حال برنامه را سابسکرایب نکردن چینل ما را لایک کنین، نظریات، پیشنهادات، انتقادات نوشته کنین. تا یک برنامه دیگر که باز من احمد فراز صادقی در خدمت شما حاضر هستم. خداوند یار و یاور شما.